طراحی و ایده پردازی طلا و جواهرات یه رسته شغلی توی هنر صنعت طلا و جواهر که من بر این باورم که میشه اسمش رو مادر رسته های شغلی هنر صنعت طلا و جواهر گذاشت. این یه آدمی که یهویی عاشق شد و قلبش گیر کرد، چشش رو اون معشوقه گیر کرد، معشوقه من بود، طراح جواهرات. طراحیه آیا واقعا ایده پردازی پشتشه یا اینکه یک جاهایی من میبینم توی سن که به کسی که در واقع به عنوان یک اپراتور داره کار طراحی انجام میده اون رو هم در واقع طراح خطاب میکنن و مرز بین طراح و اپراتور یه جاهای از بین میره. فرای این روش‌های اجرایی یه چیزی قبل از این باید باشه، اون هم دانش دیزاینه، ایده پردازی و خلاقیت. اول شروع کن، بفهم مسیر چیه، درک کنی مسیر چیه، یادش بگیر. وقتی به یه نقطه مطلوبی رسیدی میتونی بیای اولین رقابت خودت با خودت. اصلا قرار نیست شما با کسی رقابت کنی